خداوند درباره زنان میفرماید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یعنی زنان زیبایی هایشان را نشان ندهند مگر برای شوهرانشان. اما شما در شبکه‌های اجتماعی زیبایی هایتان را برای تمام مردان به نمایش گذاشته اید که این مخالفت آشکارا با حکم خداوند است. فراموش نکنید که عاقبت مخالفت با حکم خداوند آتش جهنم و سخت‌ترین عذاب است. چرا ما بر گناه اصرار داریم؟ نمیدانم چرا. استغفرالله، خدایا راهنمایی کن تو ما را. چه ها کردیم چه ها، استغفرالله، چه ها کردیم چه ها، استغفرالله. شدیم آغشته با فرهنگ غربی و سنت را رها، استغفرالله. نبارد قطره‌ای باران خدایا سبب اعمال ما، استغفرالله. نداریم با کم خود ما قناعت، طعام ما ربا، استغفرالله. نباشد الفتی با خویش و اقوام، چه شد صلح و صفا، استغفر